آقا امروز رفته بودم بازار، همین الان اومدم. یه کاری داشتم تو بازار، رفتم اونو انجام دادم. بعد داشتم تو بازار راه میرفتم، یهو دیدم یه چیز تیز اینجوری اومد خورد بغل پهلوی من. حس کردم چاقوه. اینجوری برگشتم دیدم یکی بغلم وایساده بهم میگه تکون نخور، حرکت نکن، داد و بیداد نکن، حرف اضافه بزنی اینو فرو میکنم بهت. گفتم خب داداش چی شده، مشکل چیه؟ گفت 5 تومن پول میخوام، یا 5 تومن الان میدی یا به جان دخترم اینو فرو میکنم تو شکمت. گفتم بابا باشه، ولی من الان نقدی ندارم که من باید کارت به کارت بکنم دیگه، یا برام اینجا نقدی برات بیارم. گفت بریم دم ATM برام کارت به کارت کنم. گفتم جدی داری میگی؟ بریم دم ATM برات کارت به کارت کنم؟ گفت آره بریم برام بزن. گفتم باشه بریم. خیلی ترسیده بودم اولش. گفتم باشه بریم. راه افتادیم رفتیم، هی نگاه میکردم میدیدم این دستش داره میلرزه، صورتش هم یه حالی شده بود. رسیدیم دم ATM، گفتم شماره کارتتو بگو. شماره کارتو داد و 5 تومن رو براش زدم، برگردم دستش، گفتم میتونم برم؟ گفت آره برو. گفتم خب مرد حسابی این چه خفگیریه؟ تو زیر دوربین اومدی وایسادی بغل ATM با چاقو، بعد من زدم تو کارتت. من نیم ساعت دیگه میتونم از تو شکایت کنم، فردا میتونم با مأمور بیام جلو در خونت. این چه خفگیریه؟ آقا یه آن دیدم زد زیر گریه. گفت به جانت همون یه دونه دخترم که این کارو دارم الان میکنم من خفگیر نیستم. من بد آوردم تو زندگیم. دخترم سرطان داره، فردا باید یه آمپول بزنه. 10 میلیون پول آمپوله. 10 میلیون برای یه بچه سرطانی، 10 میلیون یه آمپول. گفت 40 روزی 45 روزی یه بار باید اینو بزنه. کم آوردم. 5 تومن از این ور اون ور جفت و جور کردم، 5 تومن کم داشتم. من این آمپولو میرم امروز میخرم، میبرم میدم فردا اونجا بزنن، زنگ بزن خودم میام. نیاز نیست بری شکایت بکنی، من خفگیر نیستم. ببین مملکت رو به کجا کشوندین، ببین مردم رو به کجا کشوندین. برای پول آمپول یه دختر سرطانی اومده تو بازار چاقو میذاره رو شکم من، میگه باید پول بزنی. بعد میگم شکایت میکنم، خیلی راحت میتونم پیدا کنم. میگه اشکال نداره، نمیخواد شکایت بکنی، من فردا خودم میام پیشت. تمومش کنید، تمومش کنید دیگه. کارت به استخون رسیده.